سنت ما و محدودیت رشد. زمانی که جنگ به پایان آمد و من از اردوگاهی که 4 سال از سالهای کودکیم را در آن گذرانده بودم بازگشتم، نه تنها نگاهم به هر چیز آلمانی نگاهی تلخ بود، بلکه همه ذهنم را فقط و فقط مضمون آلمانی اشغال کرده بود. هر نوشته ای را به قلم نویسندگانی که به توصیف رنجهای افراد در اردوگاه‌های کار اجباری و سبعیت زندانبانان آنها می‌پرداختند با ولع می‌خواندم. محاکمه جنایتکاران جنگی بزرگ را دنبال می‌کردم و نیز هر کوششی را برای توضیح دادن اینکه چگونه همه اینها رخ داده بود، چگونه ملتی که تا همین اواخر این همه به فرهنگ خدمت کرده بود، چنین ناگهانی به بربریت افتاده بود. در سالهای بعد به آلمانی‌هایی برخوردم که به کلی متفاوت از آنهایی بودند که در طول جنگ دیده بودم. بسیاری از آنها هرچه از دستشان برمی آمد برای کمک به من می کردند تا از گرفتاری‌هایم خلاص شوم. گرفتاری‌هایی که علتش در غلتیدن کشور خود من در نوع کاملا متفاوتی از بربریت بود. این شرایط و تجربه هایم مرا قانع کرد که گناه این بربریت را نمیتوان به گردن یک ملت یا یک کشور یا هیچ گروه یا شخص انسانی انداخت. بربریتی که کارل چاپک آن را یکی از بزرگترین شکست‌های فرهنگی در تاریخ بشر خوانده است. هرچه باشد انحطاط‌هایی از این دست پیشتر هم رخ داده است و من بسا دلنگران هستم که دوباره بتواند در هر جایی از این کره خاکی در هر زمانی رخ دهد. این دریافت من چندان ذهن مرا آرام نمی کرد. می خواستم بفهمم واقعاً چه رخ داده است. چرا در قرنی که نبوغ بشری این همه دستاورد داشته است، چنین جنگ‌های ویرانگری، چنین قتل عام‌هایی و چنین اردوگاه‌های مرگی به وجود آمده است؟ چرا مردمان با چنین جنونی که همه چیزهایی را که ارزش فرهنگی دارند و تا پیش از این بسیار می‌ستودند ویران می‌کنند؟ چه چیزی این همه مردمان فرهیخته را وامی دارد که بی هیچ اعتراضی یا حتی بی هیچ شور و شوقی به رفتاری تن دهند که علیه سنت اومانیستی فرهنگ اروپایی است؟ اطلاعاتی که در دست داریم و گواهی شاهدان عینی یک چیز را با قاطعیت هرچه تمامتر به اثبات رسانده است و آن این است که آنچه در نیمه اول قرن در روسیه، مکزیک، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و اندکی بعد از آن در شیلی یا در کامبوج رخ داد، پیامدهای فرهنگی یکسانی داشت. حال آنکه هر کدام از نقطه متفاوتی شروع کرده بودند. آیا علت مشترکی فارغ از شرایط آغازگر این انحراف ناگهانی و گستاخانه از روند عمومی فرهنگ بود؟ آیا باز به تعبیر کارل چاپک خیانت عظیم روشنفکران بود که منجر به بربریت همگانی شد؟ البته این در غلتیدن دلایلی داشت که میتوان ریشه اش را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی جست و نه در فرهنگ. اما تقریباً چشمگیرترین دلیل همان خیانت غیرقابل فهم روشنفکران است. آیا این واقعیت انحرافی از فرهنگ سنتی بود، از سنت‌های دانش آموختگی ما، یا آنکه به نحوی پارادوکسی درست حاصل همیشه دانش آموختگی؟ هگل در مقدمه‌اش بر کتاب تاریخ فلسفه‌اش می‌نویسد: هر آنچه هر نسلی در علوم و از نظر تولید فکری به بار می‌نشاند، میراث نسل‌های متوالی است که انباشته شده‌اند. این گوهر مقدسی است که همه نسل‌های بشری شاکرانه و شادمانه هر آنچه را که در زندگی دستگیرشان بوده است، هر آنچه را که از دل طبیعت و از دل روح انسانی برآورده اند به پایش ریخته اند. میراث‌بری در این معنا یعنی اینکه هم باید آن را بپذیریم و هم خودمان را بدان متعهد کنیم. هگل توضیح می‌دهد که متعهد کردن خود به این میراث به معنای حفظ آن و غنا بخشیدن به هر آن چیزی است که انسان در عرصه دانش از اعصار پیشین به ارث برده است. مأموریت و فعالیت عصر ما و در واقع همه عصرها همین است. دریافت علم موجود، از آن خود کردن آن و بدین ترتیب پروراندن آن و رساندنش به سطحی بالاتر.
آنچه را که هگل درباره علم و دانش میگوید میتوان به همه کارهای فرهنگی تعمیم داد. تأکید بر تداوم و پیشرفت و رساندن فرهنگ به سطحی بالاتر بیانگر یک پویایی است. بیانگر توانایی شتاب بخشیدنی که هیچ فرهنگ بزرگتر دیگری که ما میشناسیم هرگز نتوانسته است تا بدین حد بدان نایل شود. میتوان دید که از این پویایی بوده است که همه دیگر کشفیات و اختراعات اروپایی سرچشمه گرفته‌اند. اهمیت هرچه آزادتر بودن فرد، ایمان به عمل، ایمان به آنچه فرد میتواند در جهت بهبود همگانی انجام دهد، پشتوانه‌ای برای آن سبقت‌جویی است که انگیزه چنین تلاش‌هایی است. این پویایی و احساس مسئولیت در قبال میراث روحی و فکری پیشینیانمان محصول قرون است. اروپا گام به گام متمدن شد. 3 قرن پیش زنان را به اتهام ساحرگی و تماس با شیاطین در آتش می‌سوزاندند و با بدعت‌گذاران هم به دلیل آنکه عقاید متفاوت داشتند همین معامله را می‌کردند. اما به هر صورت از اواخر قرن 18 فضای اروپا اندک اندک تغییر کرد و آداب و رسوم بیرحمانه‌ای به قدمت اعصار آشکارا فرو مرد. قرن 19 که شاهد رشدی سریع در همه حوزه‌های تلاش بشری و حقوق مدنی و انسانی بود، این اعتقاد را در ما راسخ کرد که سرانجام سنت اومانیستی به پیروزی نهایی رسیده است. از آن زمان به بعد حتی جنگ‌ها میبایستی انسانی باشند. نخستین عهدنامه از عهدنامه ژنو در 1864 منعقد شد. با آنکه هنوز فقر گسترده بود و نابرابری‌های اجتماعی کشمکش‌هایی به بار می‌آورد، به نظر غیرقابل تصور می‌آمد که حکومتی استبدادی یا جبارانه از آن نوعی که در گذشته وجود داشت بتواند در هیچ جای اروپا دوباره پا بگیرد یا شخصی بتواند مدعی سلطه بر زندگی معنوی و فکری جامعه شود، چنان که پیشتر کلیسا کرده بود. این عصر این انگاره را به کمال رساند که امکانات بشری حدی ندارد و توهمات بسیاری را به بار آورد و به امیدهای بیپایه و دور نگاه‌های اوتوپیایی دامن زد. و آنگاه در طول 1/3 اول این قرن آن وقایع انقلابی و آن فروپاشی‌ها رخ دادند. تقریباً کسی به رابطه میان این درغلطیدن در بربریت در دوران مدرن و سنت‌های فرهنگ اروپایی فکر نمی‌کرد. و آن عده معدودی هم که به این مسئله فکر می‌کردند در نهایت به این فرض می‌رسیدند که به این سنت تجاوز شده است، رشته اش از هم گسسته است یا دست کم بد فهمیده شده است. اما آیا درست عکس این مطلب صادق نبود؟ آیا نباید گناه این درغلطیدن‌ها را دقیقاً بر عهده آن کیفیاتی گذاشت که بیش از هر چیز ذاتی این سنت، برانگیزاننده آن و ارزشمندتر از هر چیز در این سنت هستند؟ در کیفیاتی نظیر پویایی، روح سبقت‌جویی، پیشرفت‌خواهی و این اصل که مسئولیت انسان چنگ انداختن به هر چیزی است که میتوان به آن چنگ انداخت و آن را پروراند و به سطحی بالاتر رساند. دل ما طغیان می‌کند و اصلاً نمی‌خواهد چنین نتیجه ای را بپذیرد. هرچه باشد تجربه‌های مصیبت‌باری که در این قرن داشته ایم به ما هشدار می‌دهد که هر آن کسی که به این سنت پشت کند تا جامعه‌ای تازه، امپراتوری تازه یا نظمی بهتر را بسازد، دری می‌گشاید به سوی خلایی که در آن همه ارزش‌ها فرو می‌ریزد. اگرچه بی تردید وانهادن این سنت به دور از حزم و احتیاط است، ما باید دائما وارسی کنیم و مفروضات غلط را اصلاح کنیم. اندیشه پیشرفت و بهبود بی انتها فرضش بر این است که فرصتهای ما و منابع ما محدود نیستند و اهدافمان را هم نباید محدود کنیم. این فرض به هر دو حوزه مادی و روحی ربط پیدا می کند. درست است که ما اکنون اذعان می‌کنیم که این فرض در حوزه مادی غلط بوده است، اما همچنان باور داریم که ما از لحاظ روحی و فکری می‌توانیم بی هیچ مانعی تا هر جایی که دلمان بخواهد بالا و بالاتر برویم. اما آیا واقعاً چنین است؟ در 1898 نویسنده مکزیکی ویکتوریانو سالادو آلوارز
درباره تمدن و فرهنگ اروپایی این توصیف هوشمندانه و دوربینانه را به دست داد که در اروپا امتیازات شهری و راحتی شخصی، انواع گوناگونی از سرگرمی‌های ارزان قیمت، برخورد و تضاد در عالم نظر، تعداد بیشمار کتاب‌ها، راه‌های آهن، خطوط تلگراف، بیمیلی نسبت به هر چیزی که پیشتر امتحان شده است و آرزوی امتحان کردن هر چیز کاملا تازه با خودش نوعی دلزدگی، تباهی، روانپریشی و اشکال بیشماری از هیستری و انواع بسیاری از حماقت، از جمله حماقت ادبی و موسیقیایی به همراه آورده است. اگر آنچه را که در نظر داریم، نقاشی، موسیقی، ادبیات، فلسفه، حقوق یا هر یک از دیگر علوم انسانی است و از جمله طب که اکنون میتواند رنج یا بیهوشی آدمهای محتضر را به ماه‌های ماه یا حتی سالهای سال بکشاند، باید از خودمان بپرسیم آیا این رشته‌ها به حد نهایی قوهشان رسیده اند یا نه؟ آیا آن اندازه به این رشته‌ها پرداخته نشده است که به این حد برسند؟ نقاشی انتزاعی یا ابستره به جایی رسیده است که هنرمند بوم را فقط با یک رنگ تخت می‌پوشاند یا یک خط می‌کشد یا اصلاً بوم را خالی می‌گذارد. پس از آن دیگر فرقی نمی‌کند که چه مقدار اصالت یا نوآوری اثر ستوده شود. به هر حال دیگر کاری بیش از این نمی‌توان انجام داد. می‌توان فقط چنین عملی را منادی پایان هنرهای تجسمی دانست. نویسنده‌ها در جستجوی داستان‌های تازه از رویاهایشان از شهرهای بزرگ زیرزمینی یا از همدمی با قاتل‌های مجنون الهام می‌گیرند. دیگرانی می‌کوشند از سنت روایی بگسلند یا زبان واقعی را برآشوبند یا به تعلیق درآورند. اما زمانی که افراطی‌ترین کارهای جویس یا بکت ابتکار را به حد نهایت غیرقابل فهم بودن رساندند، دیگر جستجوی ادبی به حد نهاییش رسید. ماورای آن فقط گسلی بود دهان گشوده. همین اتفاق برای فیلسوفان هم افتاد. فیلسوفان هم در پژوهش‌هایشان و در زبانی که به کار می‌گرفتند از مسائلی که هنوز هم جذاب باشند یا هنوز هم برای کسی جز خود آن فیلسوف قابل فهم باشند فاصله گرفتند. آیا هیچ آدم عادی هست که علاقه‌مند به فلسفه باشد و بتواند تأملات هوسرل یا کارناپ را دریابد؟ در همه حوزه‌های خلاقیت و تحقیق باید دست به کوشش‌های عظیمی زد تا بتوان حتی یک ذره از مرزهایی که افراد قبلی برقرار کرده اند فراتر رفت. در عین حال برای تداوم و پیشرفت لازم بود هر آنچه را که پیشتر به دست آمده بود زایل یا محو کرد یا صرفاً نامه‌هایی تازه به کشف‌های کهنه داد. حتی برای آدم‌های نابغه حدود و ثغور چنان دیواری به فلک سر کشیده بود. ورای این دیوار چه بود؟ در پایان همه کوشش‌ها بنا به تعبیر هایدگر یا به خدا میرسی یا به خلأ. چه تعلیم و تربیت چه محیط دوروبر روشنفکران را به این سمت سوق داده است که نقششان را پروراندن و غنا بخشیدن به میراث پیشینیانشان بدانند. اما اگر چنین نقشی هم برای خود قائل نمی شدند، ناگزیر در احساس سرخوردگی و ناامیدی غرق می شدند. روشنفکر چگونه می توانست این تضادها را میان آنچه از خودش انتظار داشت و دیگران از او انتظار داشتند و آنچه عملاً می توانست انجام بدهد حل کند؟ روشنفکر می توانست دست به تلاشی عظیم بزند تا صرفاً بر حد و مرزها فایق آید یا آنکه دست از تلاش بشوید. در ضمن می توانست راه گریز را بیازماید. گریز به گذشته‌ای آرمانی شده یا آینده‌ای آرمانی شده، گریز از ناحیه‌ای که عقل در آن پادشاهی می کند به ناحیه‌ای که ایمان بر آن حکم می‌راند، ناحیه‌ای که حد و مرزی نمی‌شناسد. روشنفکر تحت تاثیر این احساس که دارد سنت فکری و روحی اروپایی را ادامه می‌دهد، دورنگاه‌هایی پوپولیستی از رستگاری جعل کرد که قرار بود معنا را به کار خلاقانه اش بازگرداند.
لنین در آغاز این قرن به هنگام اشاره به ادبیات تازه پرولتاریایی وعده داد که این ادبیات آزاد خواهد بود، چون در خدمت قهرمانان زن پوشالی یا آن 10,000 سرآمد ملول و چاق نخواهد بود، بلکه در خدمت میلیونها و میلیونها کارگری خواهد بود که گلهای این کشور هستند، نیروی کشور هستند و آینده کشور. این ادبیاتی آزاد خواهد بود. واپسین کلام پربار آن اندیشه‌های انقلابی که حاصل تجربه بشر و کار زنده پرولتاریایی سوسیالیست است. ایدئولوژیست‌های بزرگ یا به این دلیل افسون می‌کردند که گذشته‌ای با مشکلات کمتر را به خیال در می‌آوردند، یا به این دلیل که آینده‌ای پر از هماهنگی را تصویر می‌کردند که در آن قرار است هر کس به اندازه نیازش دریافت کند. باور به استدلال‌های غالباً خیال‌انگیز یا نویدهای ساده‌لوحانه‌شان بیشتر نیازمند ایمان بود تا عقل، و این استدلال‌ها نمی‌توانستند تا به این حد گسترده شایع شوند مگر آنکه روشنفکرانی که ترویجشان می‌کردند گرفتار احساس ناامیدی، بی‌مصرفی و نیاز به گریز شده باشند. اما این فقط روشنفکران یا آدم‌های خلاق نبودند که گرفتار ناامیدی بودند. مخاطبان و دریافت کنندگان این اندیشه‌ها هم ناامید بودند. آلبرت اشپیر که یقیناً آدمی با صلاحیت برای سخن گفتن درباره ریشه‌های فکری نازیسم است، نقل می‌کند که معلمش تسنهو به او گفته بود باید کسی بیاید که خیلی ساده فکر می‌کند. تفکر امروز بسیار پیچیده شده است. آدم تعلیم ندیده، روستایی، چنان که هست با همه این مشکلات ساده‌تر روبرو می‌شود، چون هنوز تباه نشده است. در ضمن چنین آدمی این قدرت را دارد که اندیشه‌های ساده اش را به ثمر برساند. در واقع زندگی بسیاری از مخاطبان فرهنگ به حد سادگی محضی رسیده بود که درست برخلاف روح زمانه بود. زمانه‌ای که از جنبش و تغییر سخن می‌گفت و این گسست قطعاً آنان را ناآرام می‌کرد. آنان منتظر پیامی معنادار و قابل فهم از کسانی بودند که با آنها سخن می‌گفتند، اما به جای چنین پیام‌هایی آنچه دریافت می‌کردند نمونه‌هایی از روح نوجو و غالباً برآشوبنده بود. مخاطبان احساس می‌کردند که روشنفکران از آنان سبقت گرفته‌اند و آنها را به حال خود واگذاشته‌اند. همین بود که هم جان آنها را تلخ می‌کرد و هم نسبت به روشنفکران و ارزش‌های روحی بی‌تفاوت. اما تأثیر اصلیش گشودن راه برای ارزش‌های کاذب، دورنگاه‌های ساده شده از گذشته‌ای آرمانی شده یا آینده‌ای نجات بخش بود که نفوس بسیاری را جلب می‌کرد. مخاطبان از روشنفکرانی که تا به آن روز به رسالتشان البته به فهم خود وفادار مانده بودند بریدند. روشنفکرانی که گمان می‌کردند رسالتشان فقط پروراندن ارزش‌هایی است که به میراث برده‌اند. در مقابل مخاطبان به کسانی پیوستند که مثل خود آنان در پی یافت یک راه گریز بودند. اینان در یک پرتگاه مشترک به هم رسیدند و سقوط در پرتگاه هرچه سریعتر رخ داد، چون دیگر کسی نبود که ترمز دستی را بکشد. در این زمینه جا دارد که ببینیم چرا نظام‌های توتالیتر با هر ایدئولوژی که داشتند به نفی هنر مدرن و علوم انسانی مدرن پرداختند و آنها را غیرقابل فهم، منحط یا غریبه خواندند. توضیح معمول این است که آنها از نوآوری هراسان بودند و از تفکرات و بیانهای نامتداول می‌ترسیدند. در واقع آنها صرفاً حدس زده بودند، آن هم به درستی، که اگر هنر و تفکر مدرن را محکوم کنند، اکثریت با آنها همصدا خواهند شد. حتی در میان روشنفکران ناامید فقط عده‌ای قلیل از این کار آنها برخواهند آشفت. اگر خود من در جوانی این دلزدگی از هنرمندان آوانگارد را تجربه نکرده بودم، جرأت نمی‌کردم چنین ادعایی بکنم. هنرمندان آوانگاردی که روزگاری دل به تجربه‌های تازه بسته بودند و بدل به حواریون یک رئالیسم سوسیالیستی بدوی شده بودند، حال آنان دل به ادبیاتی سپرده بودند
که برای میلیون‌ها کارگر قابل فهم بود. البته بسیاری از آنان فقط بنا به دلمشغولی خود یا از سر ترس چنین می‌کردند. اما این را هم نباید نادیده گرفت که آنها معتقد بودند این راهی برای گریز از بندهایی است که دست و پایشان را بسته است و از این طریق می‌توانند به مخاطبانشان نزدیکتر شوند. این واقعیت که نظام توتالیتر به سرعت در میان روشنفکران محبوبیتش را از دست داد و نیز در میان مخاطبان آنها موضوعی دیگر است. گوهر این نظام‌ها توسل عیان آنها به زور خیلی زود انسان‌های خلاق را با آنها بیگانه کرد. این وقایع چنان پیچیده بودند که نمی‌توان با علت واحدی آنها را توضیح داد و نیت من هم این نبود. صرفاً می‌خواستم این واقعیت را خاطر نشان کنم که در حوزه فکر و معنا هم حد و حدودی وجود دارد. هر تلاش فکری چه اکنون چه در آینده باید خودش را با این حد و حدود تطبیق دهد و معضل روز به روز عاجل‌تر خواهد شد. آنهایی که توجهشان معطوف حد و حدود رشد در حوزه مادی شده است و از ما می‌خواهند توقعاتمان، اهدافمان یا شیوه زندگیمان را تغییر دهیم، از ما نمی‌خواهند که به عصر حجر برگردیم. و اگر حد و حدود در حوزه فکری را بپذیریم، به این معنا نیست که می‌خواهیم به عصر بربریت بازگردیم یا اینکه سنت را نفی کنیم، حتی اگر این سنت بعضاً مبتنی بر مفروضات غلط بوده باشد. درست به عکس، هرچه باشد در دینامیسم فرهنگ ما نوعی توانایی برای تکامل بخشیدن به خود به شکل دائمی مستتر است. نوعی توانایی برای آگاه شدن از هر چیزی که این فرهنگ را تهدید می کند. این بدان معناست که این فرهنگ باید در ضمن بتواند با شتاب زدگی‌های خودش و خود بزرگبینیش در صورتی که معلوم شود خطرناک هستند مقابله کند. بار دیگر باید به کارل چاپک بازگردم که نیم قرن پیش از این از فروپاشی دست جمعی روشنفکران و اصولاً روشنفکری سخت به هراس افتاده بود و می‌کوشید مأموریت فرهنگ را در عصر ما تعریف کند. فرهنگ یعنی دانستن چیزی درباره تجربه‌ها، دانش و ارزش‌هایی که بشریت تاکنون بدان دست یافته یا خلق کرده است و سفت کردن زمین زیر پای خود مبادا که بلغزیم و از این سطح پایین‌تر برویم. آری، بگذارید سرراست‌تر بگویم. در این معنا تعلیم و تعلم چیزی نیست مگر گفتگو. فرهنگ پیش از هر چیز نماینده هماهنگی همه فعالیت‌های بشری است که تاکنون انجام گرفته است. فرهنگ نباید این هماهنگی را از دست بدهد. دفاع از این هماهنگی همانقدر وظیفه جدی است که تلاش برای شناختن آنچه موجب طوفان می شود و مهار کردن آنها. روح انسانی سربازی وظیفه شناس خواهد بود اگر که احساس کند کارش فقط رژه رفتن است، بی آنکه بفهمد باید قابلیت دفاع از هر آن چیزی را که پیشتر فتح شده است داشته باشد. امروزه و در این عصر هیچ کس در این گمان نیست که جایی برای روح‌های خلاق نمانده است که بتوانند پرده از رازهای پیشتر ناگشوده بردارند یا چیزی را تکمیل و تمام کنند که به نظر می آمد اندک اندک رو به زوال و انحطاط گذاشته است. اما ما وظیفه داریم از آن فروپاشی‌های فرهنگی که قرن 20 با خود به همراه آورد نتیجه گیری نهایی بکنیم. عصری که به فضایلی نظیر پیشرفت سریع، تحول، سبقت‌جویی، نوآوری و مدرنیته این همه بها می‌داد. آن هم غالباً به بهای فدا کردن ارزش‌های دیگر اکنون به پایان آمده است. این قرن در بسیاری از حوزه‌ها آدم‌های خلاقی را به خود دید که نهایت حدود ممکن، پذیرفتنی، قابل استفاده یا دست کم قابل فهم در آن حوزه‌ها رسیدند. آثار بسیاری از متفکران و هنرمندان برجسته معاصر نشان می‌دهد که آنها بر این امر واقف بودند. مثلا همرزم من میلان کندرا رمان‌هایی نوشت که از آبشخور سنت ادبی ما آب می‌خوردند و به دورانی رجوع کرد که تفکر فلسفی و تاریخی بخشی از ادبیات بود و عرضه کننده یک دورنگاه روایی یا پیامبرانه.
رمان‌های کند فارغ از پیچیدگی یا بکر بودنشان با مخاطبان همعصرش سخن می‌گفتند. آثار او علائم بیماری‌های زمانه‌ای را که به آن پای می‌گذاریم و باید زمانه‌ای زیست محیطی تر باشد می‌نمایاند. این زمانه باید از ارزش‌های پیشین دفاع کند، آنها را حفظ کند و آنها را به عموم بشناساند و بدین ترتیب آنها را بدل به ارزش‌های مشترک کند. این زمانه نباید روشنفکرانی را که صرفاً به دنبال یافتن زبانی هستند که همه بتوانند درکش کنند تحقیر کند، چرا که چنین روشنفکرانی می‌کوشند آن فاصله خطرناک میان آثار کسانی را که در شاخه‌های مختلف هنرها و علوم کار می‌کنند از میان بردارند، زیرا روز به روز بیشتر ما در هر دو نقش ظاهر می‌شویم. درونیان هر رشته که در کار خود مقامی بالا دارند و بیرونیانی که فقط مخاطب هستند، به همراه همه کسانی که به پیام‌ها گوش می‌سپارند.